ضریعش تموم شده است. اگر با برق حوض کنیم با اون دنیا سفر میکند. خدا لعنت کند. حالا وقتی این نیست، تعمیر کرده ایستادند. مثل سگ التجا میکنی، در نزدم بزانو میزنی، مرا نکش گفته گریه میکنی. به فکرم کسی تو رو سخت گریانده است. معلوم است که سگ بر این التجا کرده ای. دروغ نگو. پدر نزنید، التجا میکنم پدر نزنید. من را پدر نگو، تو بر این پسر ندارم. یا تولا میکند یا این که میمیرد. ببند. شما چی نگاه دارید؟ او را زنید آخر. از راه دور شو زود. ابله رو در میمانم. جانان را تو دخالت نکن. اوه خانومی خورد. فرشته محافظ این بچه فراش شده است. نمیخیر؟ او فراش نیست، او رفیق من است. کسی که باشد فرق ندارد. باید جزای کارهای کردهش را دهم. نزنید، سر دهید، افلاس ها. ایست. تو حالا برای این سگ التجا میکنی؟ بله برای او التجا میکنم. او را سر دهید. مان جانم چی کاری کردنی باشد بکند. به همین هم ترسانچک یک به یک جنگ کرده نمیتوند. با رفیقانی شغالش حمله میکند. نزنید، او را سر دهید. ایست. احوال قهرمانت را دیدی؟ تو حالا برای این به من ضدیت نشان میدی؟ برای این التجا میکنی؟ بله برای او التجا میکنم. او را سر دهید. التجا نکن جانم، هرگز التجا نکن. کارش تمام. حالا در نزدم بزانو زده التجا میکنی. تنها آن وقت این سگ را میبخشم. التجا نکن جانم، این کار را نکن. دمت را گیر. ببین بزانو نشستم. او را سر ده رود.
شما دخترها همین طور هستید. بازیچه‌هایتان را بسیار دوست می‌دارید. گیر. بازیچه‌ات را به تو می‌بخشم. چقدر که خواهی بازی کن. ولی بعضی جایهایش جراحت برداشته است. خیرش گپ نی. رفتیم. ایاز خوب هستی؟ بیا برخیز میرویم. خوب هستی؟ در اینجا چه گپ است؟ چه گپ است؟ سلاحت را پرتو حیوان. آفرین جوان، تو آدمی مکمل بوده. دیدی؟ ناکشته را میکشم. زهرا را نیز من همین طرف کشتم. من همین طرف کشتم. آفرین، انا همینطور. شعری نبود. برای چی به او التجا کردی؟ من به تو چند بار گفتم که این کار را نکن. باید چیکار میکردم؟ اونها تو رو کشتنی بودن. مایلش کشد بود. از این خیلی التجا کردن مرام بهتر بود. البته تو همه چیز رو میدونی. آیا مردن آسان است؟ مردن گفتی؟ مردن برای من از همه کاری آسان است. از همه کاری آسان. پدرم رو کشتم. مادرم رو کشتم. مجبور شدم که کودکی نوزاد رو با دستان خودم گور کنم. خواهرکم رو کشتم. خواهرکم رو. من از درونی مرگ اومدم. میفهمی؟ از درونی مرگ. این طور زندگی کردن از مردن دشوارتر است. فهمیدی؟ از مردن دشوارتر است. دشوارتر. گریه نکن. بس کن.
باری دیگر کاری نکن که سری من خم شود. از کسی التجا نکن، فهمیدی؟ از کسی التجا نکن. اکنون رو مرا تنها گذار. رو گفتم. چی گفت حیوان اوغر چکلک؟ ها؟ بردیاش رو بکش گفت. من یکم گناه ندارم. من یکم گناه ندارم. شکنجه بازیچه وحشیگری است. این آدمان به وجدان ترسانچک نشانه وحشیگری می باشند. برای همین از آنها حذر می کنم. ظفر؟ بد می نمایی پسر. نگاه کن. طاقت کردن نتوانستی. گپ زدی. نه. ظفر یک کلمه هم نگفت. او پرتقال بوده است. تو چی؟ تو گپ زدی؟ نه جناب. ما با یک شخص جواب میدهیم. بیکن گوید میکنیم. اگر پرسد بعد گپ بزنیم. بیمیر گوید میمیریم. کی بوده است این شخص؟ کلیج دهن. وای وای وای. کلیج دهن. بیمیر گوید میمیرید همینطور؟ درست جناب. بگیر. اینطور باشد بیمیر. از پیشانه. همینطور. تو هم با جسارت و هم دانایی می باشی که شماره تیر را می دانی. من برای شما بر ضد دو جهان می ایستم. کسی پیش ما ایستادن نمی تواند. حالا باشد وقتی حساب پرسی آمده است. به نزد ماشین روید.
شکمت رو بریده گرده‌ات رو میگیرن. همینطور گفتن. گرده من رو به پسر خانم ایدن میدادن. همین خیلی گفتن. اگر بمیری چی؟ به این همه نمیرم. اگر پیوست نکنن اون کودک میمیرد، یا وی میمیرد یا من. گریه نکن، گریه نکن. نمیخواهم بمیرم، برای چه همه میمیرد. نمیخواهم که اون کودک بمیرد. گریه نکنید مادر، شما را این خیلی غمگین دیدن نمیخوام. Tamam yavrum. Biraz yorgunum da ondan ağlıyorum. Tamam ağlamam. Anne, Efendim yavrum. beni kurtarmak için yanlış bir şeyler yapmıyorsun değil mi? Yalnız tek problem kızın kalbi zayıf. Masada kalabilir. نه پسرم، آخر گفتم که کمی مونده شدم، برای همین گریه میکنم. تو کمی دم گیر. Siyahın gölgesinde güz, ellerimde ağır eski. Siyahın gölgesinde bir güz, ellerimde ağır eski. Önümden geçen yaşlı çınar, gözleri denizdengi. هالدون رو چنان گور میکنم که حتی ارخیولوگا او را از زیر زمین یافته نمیتوانند. تمامی چک و سهمیه ها را جمع کردی ها؟ جمع کردیم جناب. حالا تنها هالدون قرضدار میباشد. خانه‌اش را ویران کردیم، گویم هم میشود. خوب، بسیار خوب. آخر من گفتم، بارها گفتم، یا به خوبی یک طرفی است یا اینکه تو را به مانند حشرات پخش نموده به پرنده هم خوراک میکنم. نباید رحم کنم، با کسی رحم کرده نمیشود. فهمیدی؟ ایپک، جانان، طریق، یا خدایا در اینجا چی شده باشد؟ ایپک، این چه احوال است؟ از من نپرسی هالدون؟ تمام ثروت پدرم رو به خاک یکسان کردی. از خدمات اجرایی اومدن، همه‌اش را مصادره کرده بردن. چی سفسطه میخونی ایپک؟ اصلا تو چی سفسطه میگویی؟ تمامی مال پدرم را به خاک یکسان کردی. ما را شرمنده کردی. به این احوال ما نگر. خب کن، خب. خودت خب کن. در این خانه یک دقیقه هم ایستاده نمیتوانم. نمیگذارم که ما را شرمنده کنی. میذارم بیا رفته. این چی؟ با کجا میروی؟ از اینجا میرویم و هر چی خواهیم همون را میکنیم. ایپک، تو گرنگ یا دیوانه هستی؟ اینجا خانه توست. این خانه من نیست، اما با شرافت تو اینجا خانه دیگران میشود. یک طرفیست. رفتیم پسرم. پول که تموم شود همین طور میکنی ها؟ همه‌اش همین بود، همین بود. بله، همه‌اش همین است هالدون. تو قسمی تا اینجا بوده‌اش را زود خرج کردی. اکنون بشین از درد خود بسوز. رفتیم پسرم. تو هم یک طرفیست فیسی، یک طرفیست. پدر، جانان، تو هم مرا ترک میکنی؟ من همیشه با شما میمونم پدر. دختر جانم،
از کسی التجا نکن. فهمیدی؟ از کسی التجا نکن. اکنون رو مرا تنها گذار. رو گفتم. هالدون چی حال داری؟ طبعت خوش است؟ آها، خانه زیبا بود است، اما برای تو کلان است. چی فکر داری؟ در اینجا چی کار داری؟ دفع شو! اصلا من از تو میپرسم، تو در خانه من چی کار داری؟ این خانه از آن من است. چی؟ بله، از آن من. در این سرزمین تنها از من قرضدار میباشی هالدون. تنها از من. خانه‌ات، ماشینت، شرکتت و حتی این لباسهای پوشیدت از آن من میباشد. از آن من. میفهمی هالدون؟ تمامی قرضهایت را با من پرداخت میکنی، همش را. بدان که من بعد تو از آن من میباشی. در دستی من هستی هالدون. من اون دستی؟ پدر است. آرام شوی. مرا نفهمیده ای. حالا که من کشاد و روشن شرح داده بودم، اگر به سیستمای نو با دایره ما داخل شوی زنده میمانی، وگرنه نابود میشوی. انا همین خیل عادی است، بسیار عادی است. حالا باشد جناب هالدون این دخترت را گرفته از خانه من گم شو. دم شو. پدر التماس رویم. پدر التماس. مایلش رو دارم، نترس، میرویم. هالدون، راهی سفید هالدون، راهی سفید. کلیچین چی گفت؟ بشین. نگاه کن. 1 2 3. این چیست؟ آدمانت. با آدمانت سلام نمیگویی؟ آدمانم؟ این قسمی باقی مانده آدمانت میباشن. میخواستم که آنها را بیارم، اما متاسفانه آمده نتوانستم. چی؟ باید دادی چوکیلک. فهمیدی؟ آدمانی من آدمانی تو را غالب شدن. امرهای تو خالی بوده است. فهمیدی؟ من بعد امرهای من گذرا است. من کلیچ دهن. من چی گویم، چه امر دهم همان می شود. البته با زودی. اگر خواهی یک امر دهم با چشمان خود ببین. چی فکر داری؟ خوب، بسیار خوب. شوخی خوب. شوخی ها؟ شد فهمم. تو غالب شدی. تبریک میکنم.
بیا این مناقشه را با آخر رسانیم. آدمان از بجیتیم داخل میشوند. امتحان تمام شد. تمام ها؟ خب گوش کن. تو و آدمانت به این تشکیلات قوه اضافه میکنی. بیا این مناقشه را با آخر رسانیم و قوه های ما را متحد نماییم. بیا دست یکدیگر را گرفته از نو مناسبت میکنیم. ابراکادابرا نکنی. نه نیرنگبازی هم نیست. خب خوش آمدی اوغور چکلی. به تو و به جیتیم سلام. سخت درد میکند. اوه کی آمده است؟ آیا گرده در جایش است؟ یا اینکه بریده پرتافتن است؟ اینجا بیا. از اینجا روید، به طرف من نبیایید. اکا در کجایید؟ اکا ایستید پولاتون رو گیرید. من گدا نیستم. بخشیش فرق نکردم. هیچ گپ نه. یک دقیقه بچه. این بارها به من وزنین است. دستانم درد کرد. تو خونم میتوانی بری؟ البته. بسیار خوب. بیا. خواطر نشو. خونم آنقدر دور نیست. هیچ گپ نه. میبرم. مشکلی نیست. درو پشو گل بیاد. درو کشو. من تو رو تنبیه نمیدیم. از اینجا رو. تو آدمی بد هستی. تو برای گرفتن گرده من آمده ایم؟ من نمیخواهم که پسری تو بمیرد، اما خودم هم مرده نمیخواهم. از اینجا رو. این رو کی به تو گو؟ این گپ ها دروغ. هیچ کس به تو ضرر رساندنی نیست. دروغ نگو به من همش رو میدونم. کودکو به من همش رو نقل کردن. گردهت رو میبرن گفتن. من به یک گنجو نمیروم. با تو دروغ گفتن. دروغ. فهمیدی؟ من نمیخواهم که پسری تو بمیرد، اما خودم هم مردن نمیخواهم. از اینجا رو. خدایا با من یاری ده. التجا میکنم.
تو مگر دیوانه شده ای هالدون؟ ها دیوانم، عقلم از سرم رفته است، فهمیدی؟ هالدون سفسطه نخون. همه چیز مکمل، تنها من سفسطه میخونم ها؟ شرکتم را گرفتند، خانم را گرفتند، آیلم را ویران کردند، فهمیدی؟ گپ را گوش نکنی انا همین طور می شود. تو چیکار کردی؟ همیشه یک روی کردی، با سببی که گفته هایم را نکردی این مناسبت به سرت آمد، باید مرا گوش میکردی. کارهای افلاس تو را، آن کار را یک مرتبه کردم، سخت پشیمان شدم. بار دیگر به کارهای افلاست دست نمیزنم، به بیناموسی های تو سرخم نمیکنم. پدر؟ جانان به ماشین شین، رو. تو چه ها میگویی حیوان؟ باز به نزدم آمده آیدی اخلاق گپ میزنی؟ میخواستم که تو را در همین جا بکشم، اما به آن دخترک تشکر گوی، برای خرج تیر نمیارزی، الکی تو را زدن. اما تو البته به نزد من میایی، خواتر نشو، بازاری و تولا میایی، پایهایم را میبوسی، گریه کنان مرا خلاص کن میگویی. اما نه، حالا باشه دف شو، برو. مردم خانه زیاد داره اما ما نداریم، لیکن پروا نداریم چون که خانه چه داریم. در نزدیک خانه همانه انا بینه چی داریم، انا بینه چی داریم، الله هم داریم. آتش 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 آتشک ما را گرم کند، آتشک ما را گرم کند، آتشک آتشک آتشک. چه نگاه میکنی؟ در اینجا چیکار داری؟ از همین جاها میگذشتم و شنیدم و نگاه کردم. چی شد؟ یا نگاه کردن ممکن نیست؟ دمت را گردم بلک. بیاد رفتیم از اینجا. نام تو چی است؟ ایاز. ایاز گفتی؟ این چی کنه نام؟ ایاز انکره چی؟ اولی نام رو بین. با فکرم از خونو که یک کرده است. دنبلک خرد کن وگرنه گوشت رو بریده به دوانت جا میکنم. همه به درون درآید. Ayazda kalmış. O da iyiymiş. Hızlı varın hadi. Zavali'nin işi var. Hadi. ای خدا با من یاری ده، التماس با من یگان راه نشان ده. ای خدا با من یاری ده. ای خدای بزرگ با من یاری ده. من با کسی بدی نکردم، همیشه خوب بودم، اما بدنی مرا میبرند. بدنی مرا نبرند. التماس اون بچه هم نمیرد، کسی نمیرد. مرا به اکم ببر. او را سخت یاد کردم.
التماس خدای بزرگ. نخیز با تو شوربا آوردم، گرم غذای خانگی فایده داره. اگر با شوربا نان ریزه کنی چی می شود می دانیم؟ اگر کم باشد بسیار می شود، گرم باشد خنک می شود، اگر مایع باشد کمی سخت می شود. این را هیچگاه فراموش نکن. بیا اکنون دهانت را کشا. ولی جناب. کشا. خوب، من التفات را نمی پسندم، اما تو را شایان تقدیر دیدم. من بعد تو پسر این خاندان هستی، به مانند پسرم سوش. از او یگان فرق نداری. دائما آرزو میکردم که به مانند تو پسر داشته باشم. پسرم سوش به آرزو سزاوار نیست، نازک، دائما نازک است. از تو خواهش میکنم که به پسرم سوش عکگی کنی، او را به مانند خود تربیت کن، به مانند تو بردم و جسور باشم. این را میکنی؟ از دستم چیزی آید میکنم. شناسنامه نوت را آماده ساختم. من بعد نامت یگیت می شود. نسبت باشد هم. اگر گفته هایم را بکنی، مرا حرمت و به پسرم عکگی کنی، و نسبت در را علاوه می کنیم، نسبت یکی دهن می شود. برای التفاتتون تشکر. میدانم تو بعضی چیزهای مخفی داری. بعد اینقدر شکنجه برای چی آنها را نکشتی؟ کشته نتوانستی؟ آیا تو حسیات نفرت نداری؟ یا اینکه در حیاتت از کسی نفرت نکردی که تا به کشتن نیت کرده باشی؟ شاید باشد. درست، تو خاطرت را گم کرده بودی. نفرت این کاری من است. آن حسیات را خوب می‌دانم. در نگاه چشمانی تو هم هست. اما در نگاه تو سحری هست که کسی اداره کرده نمی‌تواند. اگر تو هم نفرت داشته باشی، کسی را کشتن خواهی و اما در یاد نداشته باشی، من به جای تو با ذوق میکشم.
با دستان خود میکشم. میلش تو خواب کن. باید استراحت کنیم. پگاه کاری بسیار داریم. بیاز خواهرم در کجایی؟ بیاز در کجایی؟ اکایه بیاز جانان الیاس تو در کجا بودی؟ اکا بیاز پدر من خونه خوردم. ما دخترم این رو گرفته گرم شو. شما خنک نمیخورید؟ نه من خنک نمیخورم. از رفتنی وی غمگین شدید؟ وای کی؟ وی آخر همون زن. اینقدر پولپرست بودنش رو نمیدانستم. باوری کامل دارم که وقتی که مادرم رو ترک کردید مادرم هم سخت غمگین شده است. اگر او می بود شما رو ترک نمی کرد، همراه با شما به گرسنگی هم تاب می آورد. بیا دخترم کمی خواب کن. در این تاریکی تو چیکار میکنی؟ تو رو انتظار بودم. برای چی مرا انتظار میشه؟ میخواهم بعضی چیزا رو شرح دهی. باز چی ها میگویی؟ گوش کن. بعد از کارس برگشتنت باری اول به خانه آمده ایستاده‌ای. با زمین باز با شخصی بیگانه چیزی نگفتی، یگان چیز رو شرح ندادی. باز میخوای رفتاری کنم که گویا یگان چیز نشده باشد. چی گپ است کلیچ؟ باز چی ها میگویی استرا؟ هیچ ما رو یاد نکردی؟ یاد کردم البته پسرم رو یاد کردم. تنها سبش رو نمیگویم، ما رو هم. هیچ پزما نشدی. استرا گوش کن، سخت مانده شده میفهمی. حالا باشد قوتی با تو مناقشه کردن را ندارم. سحر باید بر وقت برخیزم. من نیم شب در اینجا میخوابم. تو هم رفت خواب کن، سحر زود نخیز. خوب شده است.
یعنی همون تو هستی ها؟ یگیت هم با فکرم تو سواجدهان هستی. بله، ولی این چی معنی دارد میدونی؟ یعنی پسری کلیش دهن. اگر من پسری کلیش دهن باشم، مثل سخنی پدرم، سخنی من هم امر است. درست؟ درست. پس به این عادت کنی خوب می شود، چون که به فکرم اینجا زندگی می کنی. نترس منم. ما همه یک جویا به یک قرار اومدیم. پگو سحر تو را از اینجا میگریزونیم. میگریزونید؟ با کجا؟ از اینجا میگریزی، تو تنها میگریزی. برای گریختن تو یاری میدیم. چه خیل؟ میدونی که اینجا پاسبان دارد، تا سحر دور میزند و دور میزند. او دوی ما سحری دیر میخیزد و به آسانی بدور نمیشود. انا در همون وقت به تو کمک میکنیم تا که گریزی. تو هم میگریزی و هم جانت رو خلاص میکنی. فهمیدی؟ فهمیدم. تمام. بیا اکنون خوب رو، من تو رو بدور میکنم. بیا ظفر. این چیست؟ از غضب خدا نگه دار. روز دیگه باز این جوان این رو انتظار نبودم. چیکار میکنیم؟ با من بیا. کنی از جایت بخیز. اینها را بپوش. میرویم. خوب نیستم من. این طور باشد بیا رویم. زودتر حرکت کنید، هلو کسی نیست. زود باش راه گرد. تینجی است؟ گپ نزن، راه گرد. او را به ماشین سوار کن ظفر. جناب، هیچ چیز رو نفهمیدم. دهانت را پوش. ظفر چی گپ است؟ کنی سوار شو. وقتی که از در بر اومدی به قفای بینورم، در آنجا یک سوراخی است. کودکان از آنجا گریخته به مغازه ها می روند. تو هم از آنجا گذشته گریز. فهمیدی؟ فهمیدم. بیا رفتیم. بیایید. نیم به تنها می روی. خیر، روی سفید. خنک است. وقتی ویران شدنش را یافته است.
تینجی است پدر؟ تینجی است. گرم کنک ویران شده است. چه؟ اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدانم. یگان راهش را پیدا میکنیم. هنوز به قرار نآمدم. وقتی انتظار شدن نیست. احتمالی مردن افسرت است. روز تا روز احوالش بد میشود. به قرار آمدن آسان نیست. میدانم ولی چاره دیگر نیست. یا امروز دختر را میاری یا اینکه پسرت را با دستان خودت میگرانی. جنابی احمد. خانم ایدان مرا شنیدی؟ خانم ایدان. فرا نابکار. فرا اینجا دراز کش. دراز کش گفتم. این چیست میدانی؟ نه؟ در این کاغذ چی نوشته شده است میبینی؟ زودتر باشید به قفا میرود. زودتر. ای دختری احمق ایست. ایستو نگریز. نگاه کن. دیدی در اینجا چی نوشته شده؟ خوبتر نگاه کن. 0RH گروه خونی است که در دنیا کمیاب است. این معنای آن را دارد که اگر زخمی شوی تا پیدا کردن خون میمیری. باز خصوصیت های خونت پست بوده است. ظاهرا پرقوت می نمایی اما باطناً پوسیده ایستاده ای. آهسته آهسته برخیز. روحت با تمام شکنجه تا باور شده می تواند اما باطناً پوسیده ایستاده ای. آهسته آهسته. برای همین با تو مخصوص مشغول می شوم. تو را چنان تربیت می کنم که به مانند گرکولس می شوی. و تعلیمی فزین ترین دنیا آماده ای؟ آمادم. برخیز. کی سر میکنیم؟ با سوال نگاه کن ظفر. کی سر میکنیم؟ حالا کی سر کرده ای؟ و فکرت این تنتنه برای چیست؟ اینو بردارید. او را دستگیر کن. ای بچه این طرف نگاه کن. چی شد؟ در دست چند پول داری؟ بگیر. اینش رزق من. هیچ کس رزق کس دیگر رو خوردن نمیتواند. بخور. اشتیایتم. انا تو رو داشتم. مرا سرده مرا. او رو دستگیر کردم. دیدم تو که تکرارا نگوریز دستگیر نموده اینجا بیا. گم شود زندم. سر نمیدی هم تو رو. سرده مرا سرده. تو را چنان تربیت میکنم که به مانند موادی ترکنده میشوی. در وقتی لازمه به اسباب جنگی تبدیل خواهی یافت. وقتی که تو حمله کردی فکر میکنند که ارتش با 1000 نفر حمله کرده ایستاده است. میتوانی؟ میتوانم. خب آفرین.
اگر در دل محبت داشته باشی به دین میل کن، اگر نفرت داشته باشی به کین میل کن. راه لازمه را انتخاب کن. ما صوفی نیستیم، فهمیدی؟ ما عسکری هستیم که از مرگ نمیگریزیم. ما سپر نیستیم، نیزه‌ایم. ما سپر نیستیم، شمشیریم. ما کی بودیم؟ سپر نیستیم، نیزه‌ایم. باز سپر نیستیم، شمشیر هستیم. آفرین. تو مرا مسخره میکنی ها؟ روزی میشود که من هم آتش میشوم. حالا کی هستی؟ دنبله. تو همین خیلی دنبلک میمونی. به تو نگفتم که در این جاها نگرد حیوان. با خیر است. این منطقه رو خریده گرفتی؟ حجتاش در دست تو است؟ ها، چیکار میکنی؟ من به شما گفته بودم که از اینجا نروید. خواب. من نمیخواهم که پسرم بمیره. جگرم میسوزه. خواب کن. التماس خواب کن. چی شد حیوان؟ التجا میکنی. انا آنگاه این سگ را به تو میبخشم. التجا نکن جانو، هرگز این کار را نکن. باشه کمی با ما هم بیمان. خیز حیوان، خیز گفتم. بازانو زن. حلالت باد. دستانش رو بوسیده التجا کن. زود گفتم. التجا کن. عذر جیاره جان، التماس مرا ببخش. با دست افلاست به من نرس. کنی گم شو دفشم از اینجا. انا میدر موی سفید. زنه نتوانستی ما را. خیرت که آمده وگرنه ما را مجروح میکردند. نامت عیز بود ها؟ من ستیلمش. شکل کوتاهش ستی. انا همین طور. رفتیم گرسنه شدیم یگون چیز خوریم. زدمان بچه ها را شده ما شیرین کوچه. زدمان بچه ها را شده ما شیرین کوچه. بیایده بچه ها می رویم به آنجا.
تو همینجا انتظار شو. جناب الدون، از کارهای شده خبردار شده، سخت غمگین شدم. هیچ غم نه، مهم نیست. وضعیت آر چگونه است؟ از استانبول هم یگون خبر نامد. چوکلک گفتن اینو با کار دستی دراز داشته است. ما باید حتما بتون پر کنیم. اگر از دستمان بیاید از نو پا میخیزیم، وگرنه همش با آخر میرسد. 4 روز دیگر باقی مانده است. مایلش تو رو با کارهایت مشغول شو. والله میدونم که مشکلی داره، این رو گیره. خواهش میکنم. نه، یگون مشکلی ندارم، پول دارم. آنها را به کیسه ادمان. اگر در این خوراکی ما یک گوشتکی میشد، گوشتکی مرغ میشد، گوشت گاو میشد. چخله که گفتم پدری مرا نیست کشتند. که کشت معلوم نیست. طرف راست آدمان طرف چپ و طرف چپ باشد آدمان طرف راست کش گفتند. تیر از راست آمد یا چپ کسی نمیداند. بعدا هم از چپ و هم از راست حمله کردند. مادرم از غم وفات کرد. من باشد در این کوچه ها سرسان شدم. مکتب همش به آخر رسید. همه برای خود رفت و منم راه خودم را انتخاب کردم. در حال حاضر همش همین طور است. بعضی آدمان باشد کشتار و قاعده بازی میگویند. این کودک رو میبینی؟ دنبلک احمد 1 سال پیش حکش را آویختند. یگان گناه نداشت. گناه های دیگر آدمان رو به سر او بار کردند و همین طور آویختند. این باشد گریخته است، وگرنه این رو هم نیاویختند. آخر چی؟ او حالا کودک است. حکش نیز همین طور بود. سالش را کلان کرده آویختند. شخصی که در دست رسمان دارد برای آویختن بهانه مییابد. یادت کرده ما ای برچک کجایی؟ بچه ها جمع شوید، خوراک میخوریم. جورا جان بیا خوراک را خور. امروز دیگر خوراک نداریم. خوراک سرگوشت ما بسیار بامزه شده است. جانه این پامیدار گوشنه. کسی که به بسم الله سر میکند به سرش با قشق میزنم. بسم الله گفته سر کنید. بسم الله. چرا خاموشی؟ یگون سرود نمیکنی؟ ای مادرم جان مادرم، ای خواهرم جان خواهرم، برادرم جان برادرم، ای خواهرم جان خواهرم، ای جان خواهرم. کجای تو یادت کردم، کجای تو یادت کردم، من تو را میابم ای خواهر جانی من، در کجای نباشی میابم تو را ای خواهر میابم.
تنها آب می نوشی. پگاه بعد از جراحی می توانی که خوراک خوری. من نمیخوام که مرا جراحی کنند. دخترم من اینش رو نمیدونم، دکتر میدوند. اکنون خوب کن. مرا سردید، من میروم. مادر تو یگان چیز رو حس نمی کنی. در وقت جراحی خوب میکنی و خلاص. وقتی که بیدار شدی همش از نو شروع می شود. تو گویا که از نو به دنیا می آیی. گرده رو از کجا یافتید مادر؟ از یک دختره که خورد به صدمه دچار شده و فوت کرده است. اویلش گردش رو بخشید، اجازت دادند. در دنیا چی آدمان خوبی هستند مادر؟ کاش که من هم مثل آنها خوب شده توانم. و کاش که آن دخترک هم نمیمرد. برای تو چی شد؟ تو چی کار داری؟ معلش حساب کن که نپرسیدم. ممکن است از تو یک خواهش کنم. با مانند چی؟ یک چیزی عادی، چیزی که هم باشد. اگر کاری از دستم می آمده باشد مرحمت. من میخواهم یک دو آدم رو بکشم و من کمک میکنی. چی گفتی؟ پدر با کجا می رویم؟ باز در موشی خوب میکنیم. نمیدانم اما با بعضی ها باید بخورم. پدر ایستید، ایاز رو دیدم. در حقیقت ایاز؟ جانان؟ در کجا بودی؟ در اینجا چی کار داری؟ در این کلبه زندگی میکنم. یک دو رفیقا دارم. ایاز پسرم، شکر میکنیم که تو رو پیدا کردیم. ایاز در اینجا می ایستاد است پدر. چرا پیدا کرده است؟ در اینجا نه، اجازه نمیدهم. با ما میروی. ما در کجا می ایستیم پدر؟ چی شد؟ ما رو از خانه راندند ایاز. همراهی پدرم در کوچه ماندیم. هیچ غم نه ایاز. مادامی که تو رو یافتیم، جانان تو در نزد ایاز در اینجایی است. من رفته واخوری کرده میایم، فهما؟ مایلش لیکن دیر نکنی. نه دیر نمیکنم. ایاز جانان به تو امانه. خانه دارید وگرنه در این خونه که کسل میشوید. روید.
چی طور این کارو میکنی؟ گوش کن. آنها یک کلبه دارند. شبانه در آنجا میخوابند. شبانه رقص و بازی میکنند، آتش میافروزند. بعداً آتش را خاموش نکرده خواب میروند. بعداً ما کار را آغاز میکنیم. تا خواب کردن آنها انتظار میشویم. پس از 1-2 ساعت کلبه را آتش میزنیم. همش تخته است، آسان میسوزد. همه را؟ تمام کودکان رو زنده به زنده با آتش میپرتویی؟ بله. چی شد؟ گوش کن. آنها افلاسی، آنها حشراتند. فهمیدی؟ اینطور نمیشود. من چون این کار رو نمیکنم. میکنی. با ذوق و شوق میکنی. وگرنه با پدرم صحبت میکنم. تو را عذاب میدهد. گوش کن. تو زیری فرمانی مایی. فراموش نکن. اگر پدرم به من زید برآمدنت رو فهمد، میدونی که چیکار میکنه؟ جانت رو میگیرد. اکنون خواهی بیا و اگر نخواهی نبیا، ولی من اون کودکان رو زنده به زنده میسوزانم. خوب فکر کن. اختیار در دستی توست. ایستا. سحر آتش میزنیم کلبه را. آتش میزنیم به مانند آتشدان. بسیار خوب. تشکری زیاد. برای پدرت غمگین شدم. یعنی زنش او را ترک کرد. من غمگین نشدم. پدرم از آن جادوگر نجات یافتند. بگذار. ولی او برایت مادر به شمار می رود. هیچگاه. او مادری من نیست و نبود. انسانی بد به من مادر شده نمی تواند. درست. هیچ یک زن، هیچ کس جای مادر را گرفته نمی تواند. الو، جناب مفید در کجا جمع آمد دارند؟ کاتبم کاغذ قید کرده شو گم کرده است دختری به عقل. اونجا رو میدونم. بر شما زحمت شد. عذر. تشکر. سلامت باشید. تو انا همان دختر هستی ها؟ خیر صحت میشوی؟ من شفا مییابم. مادرم همه خیل گفت وقتی گرده آن دختر رو به من پیوست کنند همش خوب میشود. آن دختری که گردهش رو میدهد نمیمیرد؟ او علاقه مرده است. مرده است؟ چه خیل مرده است؟ در صدمه راه وفات کرده است. اهل اویلش اجازه دادند که گردهش را گیریم. اکنون آن را به من پیوست میکنند.
نام دختر چی بوده؟ بیاز گل بیاز بوده است نامش. تو چرا گریه میکنی؟ همین خیلی گریه کردن خواستم. برای من گریه نکن. اگه همش خوب میشده است. مادرم همین خیلی بود. برای من غمگین نشم. من برای تو گریه نمی کنم. دلم به اون دختر می سوزد، به گل بیاز، دختری که هلاک شده است. لبای جناب هلدون چی میگویی؟ جناب اولو برای ناراحت کردنم عذر میخواهم. التفات را یک سو گذار، گپ زن. چی میخواهی؟ محترم راهبر، میخواهم که به من کمی وقت دهید تا آخر ماه، اقلا 10 روز. در این مدت چاره‌شو میابم. شما فکر میکنید که این کارها کاری کودکانه؟ جانان لبای ای خوبم برده است. پدرم نآمدن؟ نه، در این نصف شبی آمدنش مشکل میشه. خرج کار میکنیم. و در اون در آمده خواب میرویم. در اینجا خنک میخوری. نمیشود در بین این قدر پسرها. خواطر نشو، آنها تو را نمیخورند. نه نمیشود، اونجا افلاس است. مایلش خودت میدانی، من به درون میدارم. تو باشی در همینجا ایست. میستم. ها در واقع اگر سگها بیاین نترس، تو را نمیگذارم. آیا از تو چی ها میگویی؟ چی خیلی سگ؟ ایستا سروسی منو شام. برای چی؟ بیا زود آتش زنیم. ایستا اول ببینیم که هستند یا نه. خونه خالی رو آتش نزنیم. خب تو زود رفته از نظر گذار. ما رو انتظار شو. کمی پاس این جایها رو آتش میزنم.
برای همین رفیقانت رو بیدار کرده از در قفو بیرون برایم. گفته هایم رو بیکن وگرنه خاکستر میشوی. زودتر باش، زودتر باش. تو چیکار کردی؟ ها؟ چیکار کردی؟ دنبلک برخیز. همه را از خواب بیدار کن. این چی گپ هست؟ اینجا را آتش میزنم. برخیز. بیدار شو، بیدار شو. برخیزید، اینجا را آتش میزنم. بیدار شوید. از نظر گذراندی در همین جای. من چگونه شخصی بی‌طلع بودم. اوه با سحری بر وقت. جانم برخیز، زود باش. التماس زود باش، برخیز، اینجا میسوزه. این دختر کیست؟ برای چه این را اینجا آوردی؟ بعد میفهمونم. زود باشید. زود باشید بچه‌ها، زود باشید. زود باش، رفتیم. زود باش. دوید. دو. بسیار خوب شد. ایاز برخیز. ایاز اکا این فرهاد. ایاز برخیز دودرکا. برخیز. تو به قوت نیستی. زودتر حالا بیاز رو پیدا میکنی. برخیز شیر یکش. ایاز برخیز. ایاز بیدار شو. اکا ایاز زود باش. خیز رفتیم. ایاز اکام در کجاست؟ چه خیلی اکا زود باش رفتیم. ایاز برخیز. زود باش. تو دم. دم جانم دم. زود باش دم. ایاز مرا سردی. نمیخواهم سردی. محکمتر دوری. آرام. آواز نبرار. نمیخواهم.